ای وای دیگه دارم دیوونه میشم. حدود 3 هفته دیگه آقا محمد خان حمله میکنه به تهران و من هنوز نتونستم هیچ غلطی بکنم. طلاق گرفتن خانوما و آقایون دربار کم بود، حالا این تلویزیون هم شده قوز بالا قوز. همه نشستن چرت و پرت نگاه میکنن و تخمه میشکنن و پاپ کورن کوف میکنن. هیچکی هم به فکر مملکت و رعیت نیست. خدایا کمکم کن، یه راهی پیش پام بذار که بتونم این دربار رو از منجلابی که توش گرفتار شده نجات بدم. طوری شده پسریم. جان؟ ببین پسریم، وقتی یک مرد در تنهایی خودش دارد حرف میزند یعنی یک غم بزرگ در سینهش هستیش. یعنی من بلند حرف زدم؟ پناه صدای انکرالاسوار تا آن ور کاخ می آید. بگو ببینم چه شدی است. بگو شاید بتوانن کاری بکنن. قیافت نگران و مضطرب هستی. یعنی شما منو درک میکنی؟ نه درک نمیکنیم. من همه را درک، اما کسی مرا درک نمیکنه، بخاطر اینکه من جلوتر از زمان خود حرکت میکنیم. ببخشید من متوجه منظورتون نمیشم. یعنی شما میدونین در آینده چه اتفاقی میفته؟ آره پسریم، اگر من از آینده خبر نداشتی هم که 350 سال زندگی نمیکردی. حالا بگو اینا نقشه چیستیش؟ خب خدا رو شکر که بالاخره یک نفر پیدا شد که منو درک کنه. ببینید ما در این زمان بیشتر از هر چیزی احتیاج داریم که دوستان با هم دوست باشن و هم عشق بورزن، با هم متحد باشن. متوجه هستین که؟ بله. خب اینها رو قبلا گفتی تو اون برنامه که بوداشتی. بله و درست در همین زمانه که بین دوستان اختلاف افتاده سر اون تلویزیون مسخره با اون برنامه‌های مبتذلش، همه افتادن به جون هم و هم دیگه دوست ندارن. امان از جدایی و دوست نداشتن های. بله و من دنبال یه راه حلی دارم میگردم که بین این دوستان یک رفاقتی به وجود بیارم و فضای صمیمیت و جو دوستی رو حاکم کنیم بینشون. میفهمم. ببین پسرم، تو خواهر داری؟ به خواهر من چه ربطی داره؟ ببین امول بازی در نیار دیگه. ببین سوال مرا با سوال جواب ندی. خواهر داری یا نداری؟ خب بله دارم. چطور مگه؟ اگر ببین در دسترس هست یه صداش کن، بگو بیاد اینجا دستی بالا بزنیم تا برایش که عروسی مفصل و اینجوری بگیریم. یعنی چی برای خواهر من عروسی بگیریم که چی بشه؟ ببین پسریم، وقتی آقایان بیایند و ببینن که ازدواج اینجا سرگرفتی است، معجزه عشق شروع به کار میکند. شکوفا میشود عشق، زندگی همه چیز و تمام زنان دربار به صورت چشم همچشمی یا شیلشان یاد هندوستان میکند. همه برمیگردن به خانه و زندگی خودشان. بعد عروسی نه همه اینا میشه به همه یک دل و یک رنگ میشه. یعنی شما فکر میکنین که با یه عروسی همه چی حل میشه؟ چه میدانی که عشق چه میکند با انسان؟ معجزه عشق چه ها میکند؟ تو خامی، تو جوان هستی. خب بله البته اینم نظر خوبی هستش. منتها مسئله که هست، یعنی مشکلی که وجود داره اینه که خواهر من در زمان خودش هستش. بعدم ما الان قهوه نداریم ایشونو ترانسفر کنیم بیان این ور. ابله منم مسخره خودت کردی مردک عوضی. خب بگو خواهر نداری هم دیگه. مالا بگو میخواییم با ازدواج کنیم و خواهرش رو خوشبخت کنیم. الله دیوانه برای من تر باطل خودش کردی است.